کارت بانکی و سود گرفتن از آن، اما استفاده نمی‌کنم. میشد پول آن را صدقه بدم. وقتی که شما بانک به شما سود میداد و مجبور هستید مثلا در اروپا زندگی میکنید، حتما باید به خاطر اینکه حقوقتان رو پرداخت بکنن باید حساب بانکی داشته باشید. در حساب بانکی ماهانه به شما سود میدن از پول شما که در اونجا هست. این سودی که به شما داده میشه از این، شما به نیت این که شما اجر و پاداش بگیرید، صدقه بدید، زکات بدید، جایز نیست. به یک مستمندی به عنوان صدقه کمک کردن جایز نیست. بعضی از علما گفتن که این رو نگیرید. اما وقتی که شما نمیگیرید، بانک چی میکنه؟ همین پول رو میده به صندوق خیریه کلیسا، با مؤسسات یهودی میده، به فلسطین میفرستن برای مسلمانان استفاده میشه، به کلیسا میفرستن برای نشر عیسویت صرف میشه. به خاطر همین مجمع علمی اروپا فتوا دادن مسلمانان که این پول رو بگیرید، اما در راهی خرج بکنید که توقع هیچ خیری نداشته باشید. اگر به کسی کمک هم کردید، توقعی نداشته باشید که به عنوان صدقه برای شما محسوب بشه. فکر کنید که مثل در جوی آب انداختید. بعضی از علما گفتن که در ساختن مثلا توالت ها یا تشناب های مسجد از این چیزا استفاده بشه، از این نوع پولا. به هر صورت صدقه محسوب نمیشه، اجر و پاداشی هم شما توقع نداشته باشید.